वशे वतन में मक्कुरान दाइम बेबात कामरान आबाद व सब्ज़ व मैज़रान अरवात की तई नामा गिरान तई बूचुम इसका 20 ज़रान सलाम अर्ज़ करना शुमा खिदमत उम्मीद करना हर कुछ से मारचा मैं अर्जा लगेंदगी दराव डाडो सलामत बाते एदा शारस्तान चाबार बख्श पीरुसोराब व यक जश्नवारे गर्दशगरी फरंगी हुनरी एदा برگزار باید در واقع صنایع دستی مورتگان تنچم گنده پشت منی که نمایشگاه چشم لوٹن که گماور و امرا ببیتا ما در خدمت بخشدار پیروسوراب و جستی کنه هدف برگزاری جشنواره ما بینندگان واسه بگوشتم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز. هدف برگزاری این جشنواره در واقع معرفی جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری به ویژه گردشگری روستایی، گردشگری کشاورزی با محورهای صنایع دستی، بازی های بومی، غذاهای بومی، صنایع دستی و در واقع فرهنگ و هنر بخش پیرسوراب، دشتیاری بزرگ و این پهنه بزرگ از سواحل مکران میخوایم به گردشگران و مردم ایران معرفی کنیم. تا جایی که من یاده همیشه و همه جا وقتی که دشتیاری نامگرک بیته مشم منطقه نامگرک بی آیه ما محرومیتان در مورد گوشه ما گوشه ما را چینچو کمی هستیم چینچو کاستی هستیم برای هیچ وقت ما نه جای نگوشیم که ما وقتی کمی آنی که را ما را چینچو توانمندی هستیم چینچو ظرفیت هستیم ملک تو کا یعنی این منطقه دشتیاری اگه ما شما بیچاره از همه نظر بکرین. نمایشگاهی که شما گندگی مرچگی رو چه برگزار بیته نمایشگاه صنایع گردشگری بخش پیرسوراب ای غرفه‌ای که شما گندگی غرفه روستای غلام محمد بازاره که ما دهیار روستاییم که پتانسیل های روستای غلام محمد بازار مرچی ما آرتگه ادا به نمایشش دیگه. ترانه‌ای در سکوت، فریادی نهفته در دل کویر، پشت میله های زنگ زده قرون، پریزاده بلوچ. پیرسوراب واقعا از نمایشگاهشون من دیدن کردم، عکساشون جالب بود، میوه‌هاشون، درختای موز، درختای انبه که من مشاهده فرمون و صنایع کارهای دستیشون خیلی جالب بود. کیفیت بسیار خوب میوه‌های گرمسیری منطقه‌ای به ما نشان داد که اگر ما به یه ظرفیت‌ها توجه در واقع خاصی بکنه و توجه خوبه به یه ظرفیت‌ها بکنه، من احساس کنم در خیلی از نقاط ما حتی تونه خصوصا در میوه های گرمسیری که ما مشاهده کو کار بسیار خوبی برای کشور انجام ده که بخشی از واردات این میوه های گرمسیری از کشورهای دیگه هم از بین ببرین. بله منتوارم چه شما را که گما و امرا بیت دیگه ان شاء الله که من گزارش شما را پسند بیت شما را په الله سپار هر کجا است الله گنج رحمتانی باورتا الله میاره